بوده چی؟ اگه عادل خوب پس به سر من کوله چی؟ دوباره اشکای اون پیرزنه از گونه ریخ با صدای خسته و بدن لرزون پیر گفت 2 سال بچه‌هام بهم سر نمیزنن. گفت خدا نکنه مثل من فرسودشین. مأمور گریهش گرفت و دستو زد تو سرش. گفت نمیرفته به مادرش سر بزنه. مادرم این آخریا دعا میکرد که سر پسرت نتونه ببینه دلش لک بزنه. شاید با خودت بگی اینا یه افسانه بود، یه گوش در بود و یه گوشت هم دروازه بود، ولی نه، روزگارین با دعوای پول به من و تو و مأمور و پیرزن درس داده بود. مأمور گفت گرفتم از این روز درس. دلاشو دست پیرزن رو بوس کرد. مردم احمق کوچه هم درگیر قضاوت، همه با هم زدم پوزخند. مردم احمق کوچه هم درگیر قضاوت، همه با هم زدم پوزخند. کاظم جان خوبی؟ منو بشناس، من سرشار از غم و احساس، من تاریکم پر از اشکال، با گوش پر از فش و اخطار، از دنیای آدم و اخراجم. منو به ذهنت بسپار، من زودتر